روی طلایی که خریدید نوشته جی پی یا 925 به احتمال زیاد فریب خوردید. میخوام در مورد راستایی صحبت کنم که فقط طلا فروشا میدونن و خیلی از مردم از اونها بیخبرن. روی خیلی از طلاها یه سری نماد کوچیک هک شده که اگه معنیشون رو ندونیم ممکنه کلی ضرر کنیم. نماد جی پی یا اچ جی پی یعنی این طلا نیست و فقط روکش طلا داره. نماد 925 یعنی نقره و کلا هیچ ربطی به طلا نداره. فقط شاید بعضی وقتا یه روکش طلا روش بزنن. اگه نماد 750 روی طلا هک شده بود یعنی این طلای 18 عیاره، همون طلایی که توی ایران رایجه. 75% طلای خالص، 25% یه فلز دیگه. نماد 999 یعنی طلای 24 عیار یا همون طلای خالص. این دو طلا بیشتر برای شمش استفاده میشه، نه طلاهای زینتی. نماد 585 یعنی طلای 14 عیار و نماد 417 یعنی طلای 10 عیار که اینا اکثرا طلاهای وارداتی ان و درصد طلای خالصشون خیلی کمتره. اگه یه روز خواستید طلا بخرید قبل از هر چیز به همین عددهای ریز دقت کنید. این ویدیو رو هم برای عزیزانتون بفرستین تا اونا هم با یه نگاه ساده جلوی میلیون ها تومان ضرر رو بگیرن.